تصور کنید در دل کوههای سر به فلک کشیده البرز قلعه افسانه‌ای وجود داشت که در آن تصمیماتی گرفته میشد که جهان آن زمان را به لرزه در می‌آورد. اینجا در قلعه علموت گروهی مرموز به نام حشاشین زندگی می‌کردند، فرقه‌ای که نامشان مترادف با ترورهای بی‌نقص و بی‌رحمانه است. آیا این گروه واقعاً از حشیش و باغ‌های بهشتی برای کنترل اعضای خود استفاده می‌کردند یا تمام این داستان‌ها ساخته و پرداخته ذهن دشمنانشان بوده است؟ در این ویدیو به داستان شگفت‌انگیز حسن صباح، قلعه‌های غیرقابل نفوذ و ماموران بیباک حشاشین می‌پردازیم. داستانی پر از راز، افسانه و واقعیت‌هایی که تاریخ را تغییر دادند. پس با ما همراه باشید تا پرده از این داستان مرموز برداریم. در تاریخ جهان گروه‌هایی وجود داشتند که قدرتشان فراتر از اندازه و تعدادشان بوده است. یکی از این گروه‌ها فرقه حشاشین بود که در سده‌های میانه از دل کوهستان‌های ایران و شام به قدرت رسید و امپراتوری را به وحشت انداخت. حشاشین که در غرب به نام اساسن شناخته می‌شود، پیروان شاخه‌ای از مذهب اسماعیلیه نظاری بودند. این فرقه با رهبری کاریزماتیک حسن صباح و استراتژی‌های بیمانند خود توانستند با استفاده از ترورهای هدفمند دشمنانشان را در اوج قدرت از میان بردارند. این گروه ویژگی‌هایی نیز داشتند. اولین ویژگی این گروه داشتن قلعه‌های استراتژیک بود. قلعه‌های استراتژیک یکی از مهمترین عوامل قدرت و بقای فرقه حشاشین بودند. این قلعه‌ها که عمدتاً در مناطق کوهستانی و غیر قابل دسترس ساخته شده بودند، نه تنها به عنوان پایگاه‌های نظامی بلکه به عنوان مراکز فکری، مذهبی و دفاعی فرقه عمل می‌کردند. حشاشین چندین قلعه در ایران و شام بنا نهاده بود که قلعه آخر بهترین این قلعه ها می باشد. اولین قلعه لمسر. این قلعه یکی از قلعه های مهم در نزدیکی علموت با موقعیتی مشابه و سیستم دفاعی قوی است. دومین قلعه گردکوه واقع در منطقه دامغان. این قلعه یکی از پایگاه‌های شرقی حشاشین بود که برای جلوگیری از حملات سلجوقیان استفاده می‌شد. سومین قلعه مسیاف بود که این قلعه در سوریه واقع شده بود و پایگاه اصلی حشاشین در شام بود. افسانه ها میگویند که رهبر شام رشیدالدین سنان عملیات حشاشین را در منطقه صلیبیون از اینجا مدیریت میکرد. و چهارمین و آخرین قلعه علموت بود. قلعه علموت یکی از مشهورترین قلعه های تاریخی ایران است که به دلیل نقش کلیدیش در تاریخ فرقه حشاشین و رهبری حسن صباح اهمیت ویژه‌ای دارد. این قلعه نه تنها به عنوان مرکز فرماندهی این فرقه عمل می‌کرد، بلکه به نمادی از مقاومت، استراتژی و هوش در تاریخ تبدیل شده است. قلعه علموت مهمترین پایگاه حشاشین در کوههای البرز بر فراز یک صخره بلند و صعب العبور بنا شده و از هر طرف توسط دره‌ها و شیب‌های تند احاطه شده است. قلعه علموت در سال 864 میلادی به دستور یکی از حکمرانان دیلمی ساخته شد. حسن صباح رهبر حشاشین این قلعه را در سال 1090 میلادی بدون خونریزی تصرف کرد و آن را به مرکز فرماندهی فرقه تبدیل کرد. ارتفاع این قلعه حدود 2100 متر از سطح دریاست و تنها یک مسیر باریک و پرپیچ و خم به قلعه منتهی می شود که دفاع از آن را بسیار آسان می کرد. در قلعه علموت حسن صباح عملیات‌های خود را مدیریت می‌کرد و پیام‌هایی به دیگر قلعه‌ها ارسال می‌کرد. این قلعه ویژگی‌هایی مثل ساختاری محکم و مقاوم در مقابل حملات دشمن داشت. منابع آبی و ذخیره‌های غذایی داخلی برای مقاومت در محاصره‌های طولانی را دارا بود. ترورهای حشاشین، سلاح مخفی علیه قدرت‌های بزرگ. یکی از ویژگی‌های برجسته فرقه حشاشین استفاده از ترورهای هدفمند به عنوان ابزاری استراتژیک برای مقابله با دشمنان قدرتمند بود. این ترورها نه تنها روش بقای فرقه در برابر امپراتوری‌های بزرگ مانند سلجوقیان و عباسیان بود، بلکه تصوری از قدرت روانی و نظامی آنها به جهان ارائه کرد. برخلاف جنگ‌های مرسوم، حشاشین از ترورها برای حذف دشمنان کلیدی مانند رهبران سیاسی و نظامی استفاده می‌کردند. این ترورها با دقت بالا برنامه‌ریزی شده و اغلب در مکان‌های عمومی انجام می‌شدند تا پیام واضحی به دشمنان ارسال کنند. هدف از این ترورها نه فقط حذف فیزیکی دشمن، بلکه ایجاد وحشت روانی و جلوگیری از حملات بیشتر بود. ویژگی‌های ترورهای حشاشین:
اولین ویژگی انتخاب اهداف بود. اهداف معمولاً افراد با نفوذ مانند حاکمان، وزرا، فرماندهان نظامی و حتی علمای مخالف بودند. دومین ویژگی آمادگی و نفوذ بود. اعضای حشاشین برای اجرای ترورها به شدت آموزش دیده بودند و معمولاً به دربار یا اطرافیان هدف نفوذ می‌کردند. سومین ویژگی شیوه اجرای ترور بود. ترورهای این گروه اغلب با خنجر انجام می‌شد، زیرا حشاشین به استفاده از سلاح سرد اعتقاد داشتند. آخرین ویژگی پیام رسانی ترورها بود. این عملیات‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شدند که پیام واضحی به دشمن منتقل کنند. پیام آنها این بود: حشاشین توانایی رسیدن به هر کسی را دارند. از افراد مشهوری که توسط گروه حشاشین ترور شدند میتوان به افرادی مثل نظام الملک طوسی که یکی از دشمنان سرسخت حشاشین و ایدئولوژی حسن صباح بود اشاره کرد. او در سال 1092 میلادی توسط یکی از ماموران حشاشین در حالی که در سفر بود با خنجر به قتل رسید. مرگ نظام الملک ضربه بزرگی به دولت سلجوقیان وارد کرد. یکی از افراد مشهور که توسط حشاشین به قتل رسید کنراد مونتفرات شاهزاده اورشلیم بود. کنراد شاهزاده اورشلیم یکی از اهداف برجسته حشاشین در زمان جنگ‌های صلیبی بود. او در سال 1199 میلادی توسط 2 نفر از ماموران حشاشین در شهر سور ترور شد. از تأثیرات این ترورها میتوان به ایجاد وحشت اشاره کرد. این ترورها باعث ایجاد وحشتی فراگیر در میان رهبران سیاسی و نظامی شد. هیچ کس حتی در قصرهای مستحکم خود احساس امنیت نمی‌کرد. یکی دیگر از این تأثیرات کاهش قدرت دشمن‌ها بود که با حذف افراد کلیدی ساختار قدرت دشمن را مختل می‌کرد و مانع از برنامه‌ریزی برای حمله به حشاشین می‌شد. این ترورهای موفقیت‌آمیز باعث شد حشاشین به عنوان یک نیروی کوچک اما بسیار قدرتمند شناخته شود. افسانه‌هایی که درباره این گروه گفته شده است که در ادامه می‌گوییم. استفاده از حشیش یکی از موضوعات بحث برانگیز در تاریخ فرقه حشاشین است. بر اساس برخی منابع ادعا شده که اعضای این فرقه به ویژه پیش از مأموریت‌های خود از حشیش استفاده می‌کردند تا به نوعی از خلسه معنوی یا شجاعت دست یابند. اما این ادعاها به طور گسترده مورد تردید تاریخ‌نگاران قرار گرفتند. بسیاری از تاریخ‌نگاران معاصر این داستان را افسانه‌ای می‌دانند که توسط دشمنان فرقه ساخته شده تا آنها را بی اخلاق و خشن نشان دهند. این داستان‌ها در متون غربی به ویژه در زمان جنگ‌های صلیبی برای تقویت تصویر منفی از این گروه محبوبیت یافت. یکی دیگر از این افسانه‌ها این بود که حسن صباح باغ‌های افسانه‌ای در قلعه علموت ساخته بود. بر اساس روایت‌های موجود، حسن صباح رهبر فرقه حشاشین باغی افسانه‌ای در قلعه علموت ایجاد کرده بود که به باغ‌های بهشتی شهرت یافت. این باغ شبیه به بهشت توصیف شده در قرآن طراحی شده بود و پر از درختان میوه، گل‌های زیبا، چشمه‌های روان و حتی حوری‌های بهشتی برای پذیرایی از اعضای فرقه بود. گفته می شود که حسن صباح از این باغ برای فریب و وفاداری اعضای جدید خود استفاده می کرد و افراد را به این باغ می بردند و پس از مصرف حشیش آنها را در حالت خلسه به باغ وارد می کردند. این افراد باور می کردند که در بهشت هستند و بازگشت به این مکان تنها در صورت وفاداری مطلق به فرقه و انجام‌های و مأموریت‌های محوله ممکن بود. تاریخ‌نگاران درباره صحت این افسانه تردید دارند. یکی از تردیدهای تاریخ‌نگاران این بود که هیچ سند تاریخی معتبری از خود فرقه یا منابع بی‌طرف وجود ندارد که وجود باغ‌های بهشتی را تایید کند. بیشتر این داستان‌ها از متون دشمنان فرقه حشاشین مانند صلیبیون و عباسیان نقل شده است. مارکوپولو نیز به این داستان در سفرنامه خود اشاره کرده، اما صحت گفته‌های او اغلب زیر سوال است. پس از مرگ حسن صباح، رهبران بعدی حشاشین نتوانستند اتحاد و انسجام او را حفظ کنند. درگیری‌های داخلی و اختلاف مذهبی میان نزاریان و سایر فرقه‌های اسماعیلیه باعث ضعف درونی آنها شد. دشمنان سنتی حشاشین مانند سلجوقیان و عباسیان همچنان در تلاش برای سرکوب این فرقه بودند. سرانجام در سال 1256 میلادی هولاکو خان با سپاهی عظیم به قلعه علموت حمله کرد. فرمانده قلعه به نام رخ‌الدین خورشاه پس از مدتی مقاومت تسلیم مغول‌ها شد. مغول‌ها پس از تصرف قلعه بخش‌های زیادی از آن را ویران کردند و کتابخانه مشهور قلعه علموت که شامل متون اسماعیلیه و علوم مختلف بود به آتش کشیده شد.
با سقوط علموت دیگر قلعه‌های حشاشین نیز یکی پس از دیگری تسلیم شدند. با حمله مغول‌ها و تخریب قلعه علموت در سال 1256 میلادی قدرت حشاشین کاهش یافت و دوران ترورهای آنها به پایان رسید. حشاشین فرقه‌ای که با استراتژی‌های پیچیده، ترورهای هدفمند تاریخ را متحول کرد. در نهایت با هجوم قدرتی عظیمتر از خود یعنی مغول‌ها به پایان رسید. با این حال شیوه‌های آنها در طول تاریخ به عنوان الگویی از جنگ روانی و عملیات‌های نامتقارن باقی ماند.